بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و احترامات خدا خدمت تمام خوارا و برادران تقدیم میکنم. در برنامه امروز میهمان عزیز و گرامی داریم، جناب محترم عطاالله صادق که 2 هفته میشن که از افغانستان تشریف آوردن و ایشان عضو شورای ولایتی ولایت ارزگان هستند. جناب صادق صاحب شما را خوش آمدید میگیم. صاحب بسیار لطف و مرحمت کردین، شما در اینجا آمدین تا راهی به اصطلاح طولانی. ما ممنونی تان هستیم صاحب. تشکر صاحب. ما بسیار خوش دیدیم شما را دیدیم صاحب. ما هم به نوبه خود سلامای بسیار گرم و پر محبت خود به شما و بینندای پروگرام پیام افغان و به همه هموطنهای خود در داخل و خارج کشور تقدیم میکنم. از لطفتان تشکر که ما رو دعوت کردین تا ما هم در مورد گفتنی های خود در این دایره برحق با وطندارای خود در میان بگذارم. بسیار لطف و مرحمت شماست. پیش از این که ما سر محتوای برنامه صحبت کنیم، نظر به پیشنهاد شورای عالی دیورنجرگه عملات اخیر قوای نظامی و ظالم دولت پنجابی را به شدیدترین لعن تکبی مردم و ملت افغانستان هیچ وقت کدام حراس و یا تشویشی از طرف دولت پنجابی آیسای نداشته و ندارد. در این حال نظر و پیشنهاد این جانب دیورنجرگه به تمام برادران و خواهران افغان که در آن طرف خط دیورند زندگی می کنند اطلاع می دهد که هیچ وقت فکر برآمدن را نکرده خاکتان است و خاکتان بوده، حتی به اندازه یک بلست حرکت نکنید. به این معنا که چند پیش دولت پنجابی آیسای به ریفیوجی ما گفتن که شما از این طرف خط دیورند به اصطلاح شما پس برین به اون طرف خط دیورند. ما به دولت آیسای، دولت پنجابی آیسای ما میگوییم که ساکنان اصلی او طرف خط دیورند افغان ها هستند و شما به هیچ وجه حق ندارین که به افغانای ما بگوین که این خاکا را تخلیه کنن. به این ترتیب ما به شما اطلاع میتیم و به شما میگوییم خوارا و برادرای عزیز که خاک شما مالکای اصلی خاک هستین. در برنامه گذشته که ما دیورنجرگه واشنگتن نشان دادیم، بعد از برنامه بسیاری از خوارا و برادرها سوالایی داشتن. ما خواستیم که برنامه را دایر کنیم و با سوالای اونا جواب بدیم و یک موضوع را ما باید بگوییم که ما امروز جناب محترم صادق صاحب در برنامه داریم و اونا 2 هفته شدن که از افغانستان به امریکا آمدن. اونا چشمدید خود برای شما ذکر میگویند. موضوع مهم ایست که مبارزه دیورنجرگه 3 سال پیش شروع شده. ما فقط مبارزه ما در مقابل بی‌عدالتی پاکستان و آیسای است. ما آرزو داریم که حق خود بگیریم و این مشکلی که دولت پنجابی آیسای برای مردم افغانستان هر روز پیدا میکنه و هزاران برادر ما را، خواهر ما را شهید میکنه، در بالای خاک ما حمله میکنه. این وظیفه هر فرد افغان است، نه تنها ما، هر فرد افغان، برادر ما، خواهر ما است که در مقابل پاکستان و بی‌عدالتیش قد علم کنه. تا جایی که شما برادرها و خواهرها میدانین، دیورنجرگه کار عملی که شروع کرده
او کار عملی را در آینده خواهد پیش برد و هدف مرام ما ایست و اطلاعی که ما داریم ایست که ما به جناب محترم کرزی صاحب و لویدرسیز قوای مسلح افغانستان از اونا خواهش میکنیم که با ما یک جای شوند، در مقابل پاکستان استادگی کنند. به این معنا ما میگیم که خود افغان باید از خاک افغانستان دفاع کنه. دیگه ما توقع نداریم که یک خارجی بیاید و ما توقع داشته باشیم خارجی از خاک خود افغانستان دفاع کنه. ما آرزو داریم که تمام هموطنهای ما که در گوشه و کنار دنیاست، در داخل و در خارج افغانستان، باید ما یک جای شویم، یک روز را تعیین کنیم، داخل خود افغانستان بریم و در مقابل بی‌عدالتی و فیرایی که دولت پنجابی پاکستان بالای مردم افغانستان میکنه آمادگی بگیرم. شخص اول شاید خودم باشم و باز هم از دولت افغانستان، از جناب کرزی صاحب و از لویدرسیز قوای مسلح افغانستان ما خواهش میکنیم که همراه ما یک جا شده ما بریم از افغانستان، از خاک ما، از ناموس ما به طور مشترک دفاع کنیم. گفته امریکایی ها enough is enough، بس از دیگه حوصله ما سر رفت. در 40 سال یا 30 سال دولت پاکستان مکررن بالای افغانستان حمله میکنه، مکررن قراره که پیشتر گفتم مردم بیچاره افغانستان شهید میسازه، خاک ما را، تعمیرات ما را از بین میبره، سرکای ما را از بین میبره. ما باید افغانا با هم اتفاق کنیم و از خاک که در ما تولد شدیم و او خاک بالای ما حق داره از خاک خود دفاع کنیم. شما صادق صاحب چی فکر میکنید صاحب در این موضوع؟ به تسلسل گفته های شما شاید از نظر انداز سخن ما تفاوت های هم داشته باشیم مگر هدف مشترک است. بله. ما فکر میکنم که اول باید دایه خط دیورند یک دایه مطلق افغانی باید باشه. به این منظور که یک تعداد دوستایی که در لابلای از چهار بغل صدا بلند میکنند که گویا یک دایه پشتونستان یا پشتونها نیست و حتی مصلحت و پیشنهاد ما ایست که در امور سیاسی جهان امروز باید به قوت برخورد شود از یک زاویه بسیار قوی. دولت افغانستان و ملت افغانستان باید مشترکاً با جرگه که شما ایجاد کردین اول یک زمینه تفاهم ایجاد شود که یک صدای مشترک پیدا شود. بسیاری از مسائل دیپلماتیک روز توسط بلندگویی ها نمیشه، باید از چینل های دیپلماتیک دیگر هم استفاده مثبت برای حفظ منافع افغانستان شود. همچنان پیشنهاد ما است که در تاریخ افغانستان از سرحدات و منافع ملی افغانستان ملت دفاع کرده. بله. و دولت ها در بسیاری ادوار تاریخ به تناسب ملت ضعیف بوده. حتی اگر شما خود جنگ های افغانستان و دو جنگ افغان و انگلیس هم ببینید، جنگ افغانستان و روس هم از سه جنگ قربانی اول و هم ملت بوده و مدافعین بر حق هم ملت بودن، مردم عام بودن. یک چیزی را که من پیشنهاد به همه افغانان در سراسر جهان و در داخل افغانستان میکنم که با یک بینش عالمانه، با یک فکر بسیار عمیق اما جانبه باید با مسائل برخورد کنه. به طور مثال ما در تعریف تاریخ ایره آموختیم و شما که تاریخ یک عبرتگاه است، ما از او باید عبرت بگیریم. اشتباه های انفرادی و اشتباه های کلی یا کلکتیو بعض وقت باعث میشه که دشمن
دشمنای وطن ما قویتر و ملت مظلوم قرار بگیره یا ضعیف شد. خدا کنه بعضی گپ‌های ما بر بعض دوستا بر نخوره. به طور مثال شما ببینید ما همیشه گفتیم که ما را در برابر پاکستان موقف افغانستان در مرحله اولی که ضعیف شد متاسفانه با کودتای 7 ثور بود. بله. و تفصیل از این موضوع ما میرم، خدا کنه از موضوع بیرون هم نمیشم، از خاطر که در آینده هم کارهای ما در یک چوکات معین سازماندهی شود. آمدن 7 ثور ملت افغانستان به شکل اجباری و مجبوریت افغان ها هجرت کردن به پاکستان. با این هجرت ها فرهنگ ما صدمه خورد، سیاست ما صدمه خورد و حتی اون حیثیت واژه پتانه که در اند کبیر بود بله. به صورت نسبی یک ضربه خورد. چرا که خود هجرت و فقر به یک شکل تاثیر خود داره. من فکر میکنم که باید در مسئولیت دولت‌های آینده افغانستان و ملت افغانستان است که با مسائل بسیار باید عمیق برخورد کنه، بسیار آگاهانه برخورد کنه و ما باید حتی یک برای ایجاد پیشنهاد ما به شما است که اگر یک گروه مطالعه بر دو طرف خط ایجاد شود که حداقل ذهنیت عامه را بررسی کنه که حقایق چیست، مردم چی میخواه و دوم بر اساس از شما میتونین که قوت اینمی داعیه را ثابت بسازین که چقدر ملت پشتیبان اینمی نظر است. چرا که با تحولات بعض وقت اینمی تغییرات سیاسی که به ذهنیت ها هم تغییر میخوره. مثلا یکی از مسائلی که بین جوانان در داخل افغانستان بسیار سرش فکر میکنه که ما به سیاست های قرن 19 که سیاست استعمار و مستعمر است باید رجوع نکنیم. باید افکار جدید که در او مسائل انکشافی است، پروژه های که او بر طرف رفاه و سعادت مردم میره، ما در این دایه هم باید در این وقت از نظر موقع شناسی سیاسی ای خواد بود که ما چطور میتونیم جهان قانونی بسازیم که در مرحله اول این برادرای افغان ما که او طرف سرحد هستند از این تهاجم فرهنگی و اقتصادی پنجابیا نجات بیافند. ببینین و این بازی را پاکستانی ها تا یک اندازه لمس کردن، آیسایی را کشف کردن. امریکایی ها برای از که گروپ فشار بساز موضوع پشتونستان را بالا کردن. شاید موضوع پشتونستان که ما تعبیر از او داریم، ما ادعای حق خود داریم، پیش امریکایی در این مرحله او قسم مطرح نباشه. اونا از خاطر که دولت پاکستان راه ها را باز کنن و یک فشار بر روی طالبان و القاعده بگذارن، موضوع پشتونستان به یک شکل به اصطلاح یک وسیله فشار قرار دادن که پاکستان را قناعت چی کنن که همکاریشان جلب کنن. دیگه از او خاطر من فکر میکنم که مسئولیت ما و شما بسیار زیاد است و این موضوع باید در داخل افغانستان بره. من در جرگه‌ای که شما برای ما گفتین که در نظر دارین که در داخل افغانستان بخیر چی میکنین، ما مطلقا یک پیشنهاد ما است که این جرگه مطلقا باید افغانی باشه و ما افغانا پایانتر از کلمه افغانیت به پایانتر به هیچ مسئله قومی یا تعصبی و تفوق طلبی یا باید رجوع نشوه و در این جرگه باید همه افغانا از تمام اقوام افغانستان، تاجک، ازبک، ترکمن، حتی اگر زحامت یا رهبری این حرکت به اونا داده شود، ای دایه ما را قوت زیادتر میبخشه. علتی که ما این پیشنهاد کردم صادق صاحب که باید ما دست به کار شویم خود ما برازی که ما فکر میکنیم موضوعی که شما ذکر کردین، موضوع دور بودن از خاک و وطن، و ما فکر میکنیم که یک بیگانه بیا به اصطلاح از خاک ما دفاع کنه. این راستی دمی اواخر مرا بسیار رنج داد برای که پاکستان بالای خاک ما فیر کرده میره و توسط خون افغان پاکستان دانست که با اتمی به دست بیاره
و پاکستان آباد بسازه و توسط خون افغان پاکستان تانست که اهدافی که داشت و اهداف در مقابل افغانستان که عبارت است از بین بردن اردوی افغانستان و به اصطلاح تسخیر افغانستان که اونا در فکر داشتن، اگر شما همی چند رئیس جمهور پاکستان فکر کنین، و حال همی بی‌تفاوت بودن وزارت دفاع یا قوای مسلح افغانستان به شمول آقای کرزی میکنه فایر کده میرن بالای خاک ما که دو طرفش خاک ماست، اما قوای بیگانه پنجابی بالای ما فایر کرده میره. بالاخره هر چیز یک حدودی داره و ما مردم افغان تانستیم که قرار که شما گفتید در مقابل شوروی قدم کنیم و دست خالی و کمک هایی که پسان دریافت کردن مردم افغانستان ما شوروی را سقوط بتیم. و این پاکستان خب ما فکر نمی کنم هیچ گونه مشکلی برای مردم افغان باشه. دیگه به این ترتیب ما کار داریم ما کار داریم که خود ما ارگانایز کنیم مقاومت در مقابل پاکستان بر از اینکه جواب تفنگ میته. یعنی اگر ما از دمی مدت 12 سال از دیپلماسی کار گرفته شد، موضوعات صلح پیش برده شد، کمیسیون صلح با وجود آمد، کدام نتیجه برای مردم افغانستان نداد و در افغانستان کدام صلحی نآمد. هر روز شما ببینید 60 نفر 70 نفر 100 نفر داخل خود افغانستان توسط آیسای کشته میشه. دیگه هر چیز یک حد داره. عرض ما است که ما من حیث یک ملت واحد باید از همه وسایل و تکنیک ها استفاده کنیم. بله. ما پیش نگفتیم که تفنگ باید از شانه پایان کنیم، مگر در عین وقت از تدبیر و پلان هم باید داشته باشیم. بله. شما بهتر میفهمین آقای متین که موقع شناسی در سیاست یک موضوع بسیار مهم و عمده است. خود خط از ایجاد خود خط شما ببینید که افغانستان مطرح نبوده، باعث یک بفر استیت بوده و خود ایجاد خط دیورند هم برای یک بفر استیت دیگه برای منافع انگلیس بریتانیایی و روسیه بوده. و شما در دوران 30 سال اخیر هم دیدین که افغانستان سخنگوی های افغانستان در حتی در وقتی که تهاجم روس بر افغانستان قرار گرفت، مذاکرات روس با مجاهدین افغانستان نبود. پاکستانی ها به نمایندگی ما به سویزرلند و به کنفرانس های بین المللی اشتراک میکرد. اولین بار است که ملت و دولت افغانستان ما به دفاع دولت جناب کرزی صاحب اینجا نامدیم، مگر واقعیت امر است که اولین بار است که ملت افغانستان و حکومت افغانستان خودش مطرح است. باعث بازیگر شما این قرارداد که در آلمان صورت گرفت، این قرارداد شیکاگو، این معنای زیر میده که ما خود ما بازیگر و ممثل منافع و حاکمیت ملی مملکت خود هستیم. حداقل خود ما در روی میز میشینیم و گپ میزنیم. بالکل صحیح. و از این موقع باید استفاده شود و اگر روی از یک از متفکرین افغانستان در زحامت شما و در این چوکات اهداف که شما معین کردین یک گروپ ساخته شود که همچنان یک طرح داشته باشه. طرح عملیه که برای حتی در اون لابینگ که با امریکایی ها چه قسم لابینگ شود، با اروپایی ها چه قسم شود، با جهان اسلام چه قسم شود، حتی با خود پاکستان که در نگوشیشن مذاکرات یک گروپ قوی بره، چطور ما اونا را قناعت بدیم که حرکت که باعث آرامی منطقه شود، در اون منافع پاکستان هم حفظ میشه. ما باید همچنان از دیدگاه دیپلماسی هم دروازه رو نبندیم و ما منطق قوی وجود داره که ما پاکستانی ها را من حیث همسایه قناعت بدیم که اگر آرزوی مردم در محل از در دو طرف سرحدی باشه که با افغانستان یک جای میشن یا پروژه انکشافی که ما ببینین اولین چیزی را که در مرحله اول ما پیشنهاد میکنم، اگر ما بتانیم یک گروه فشاری توسط دوستای خارجی که امروز با افغان ها مشترکن برای آرامی افغانستان کار میکنن، که یک گروه فشاری جور شد که حداقل افغان هایی که در پاکستان هستن از زیر فشار
اقتصادی و فرهنگی پنجابی آزاد شوند دمی قسمت و معارف افغانستان و معارفشان هم انکشاف کنند. دمی قسمت گپتون یادتون نره ما اعلان کردیم در برنامه گذشته که در حدود 100 نفر از تمام امریکا و اروپا یک شورای عالی دیروی جرگه که ما کت تمام برادرها و خورا گپ زدیم که در برنامه آینده شورای عالی دیروی جرگه اعلان میشه. و دیگه کاری که ما کردیم در دیرانجرگی واشنگتن صاحب از نظر سیاسی با تمام کانگرسمن ها و سناتورها و هاوس آف رپرزنتیتیو با تماس شدیم. به اصطلاح وار ما میمان هم کردیم در جرگه واشنگتن و در این حال هفته گذشته در فلوریدا که یکی از کانگرسمن ها ما خودم در حدود 2 ساعت ما میتینگ داشتیم، ملاقات داشتیم و اونا اهداف و مشکلات مردم افغانستان با اطلاع کانگرسمن شخصا خودم رساندم و هفته آینده که 2 کانگرسمن دیگه ما اپایمنت داریم. منتها زبانی که پاکستان میفهمه ما فکر نمی کنم که در قسمت دیپلماسی پاکستان دائم درویه بوده در مقابل افغانستان. از یک طرف میایه که ما میخوایم که مثلا امی صدراعظم جدید رئیس جمهوری یا صدراعظم پاکستان نو یادم ای اعلان کرد که ما که افغانستان میخوایم که همکاری کنیم. وقتی که اعلان میکنم ببینید 2 روز بعدش که تروریست‌ها روان میکنن داخل خاک افغانستان 100 نفر ما رو شهید میکنه. به این ترتیب این سیاست درویه پاکستان هیچ وقت باید مردم افغانستان بالای از او اعتماد و باور نداشته باشه. به این ترتیب یگانه راهی که مردم افغانستان داره اتحاد اتفاق. اگر شما امی تاریخچه دیرانجرگه رو ببینین ما امی پریروز این ریویو کردم صادق صاحب محترم از شروع دیرانجرگه تا حال یعنی ما با چنان اتحاد اتفاق پیش رفتیم که ما شاهد از این نیستم که یکی از اعضای دائمی دیرانجرگه ما جر و بحث کرده باشیم. چرا هدف مشترک است مبارزه در مقابل پاکستان، ایثار بی‌عدالتیش و استرداد خاک دست رفته ما و بنادر ماست. آقای متین یک چیزی که من براتون شما یک افتخار تاریخی را کسب خواهد کردین و ایست که شما به یاد دارین در دوران که عساکر روس بر افغانستان هجوم آوردن بله سر مهاجرین افغان در اروپا و امریکا پشتیبان جهاد افغانستان شدن. بله. و شما دیدین که در لابینگ و در بلند کردن صدای مجاهدین چقدر رول عمده را بازی مظاهره ها باید داره از کلش را باید است. بله. ما به ایمان مطلق گفته میتونم اگر شما در پهلوی از این که این دایه بر حق پیش میبرین شما در توحید و در وحدت افغان‌های که در خارج کشور و در جلاوطنی زندگی میکنه و افغانایی که در داخل وطن هستن یک وسیله بسیار یک پل بسیار مستحکم شده میتونید. بله. شما ببینید امروز سفارت افغانستان در امریکا نتونستن افغان‌ها را جمع کنند. بله. برای حتی فاصله ها روز به روز بین دولت افغانستان و افغان‌های خارج کشور و در داخل هم فاصله ها ایجاد شده. من فکر میکنم که در نتیجه اینمی سیر که شما طی میکنین بالاخره اینی هدف مقدس هم به دست خواهد آمد. بالکل. که می افغان‌های سراسر جهان با افغان‌های داخل کشور و دولت خود یک صدای مشترک پیدا کنند و اونا حتی در تحولاتی که در ظرفیت‌هایی که دولت با مشکلات روبروست یکی از مشکل بزرگی که فعلا دولت آقای کرزی به روبروست موضوع ظرفیت‌ها کپاسیتی است. شما بهتر می‌فهمید. و این میره هم شما میتونید جزء اجندای اینمی کار خود بگردانید که در این هم منافع ملی ما تمثیل خواهد شد. بله. هدف از این اعلان پیشتر که مکدم صادق صاحبی بوده که ما با پاکستان گوشزد میکنیم که مردم افغانستان کلش شیراستن. وقتی که مجبور شدن شیر در جایی که خواست با در جایی که مردم افغانستان بیدار شد مثل اموز که شیر با شیر قرآن میشن و ما ایره به دولت پاکستان اطلاع میتیم یا برای دولت پاکستان اظهار میکنیم که
اگر شما مسلمان هستین و شما به دین مقدس اسلام عقیده دارین، بیاین با مردم افغانستان، با سران افغان بیاین جرگه را دایر کنین، کل ما بشینیم پرابلمی که بین ما هست را حالا فصل کنیم و ما در این حال از نظر سیاسی ما از ممالک غرب هم که در افغانستان وجود داره از اینا ما تقاضا کردیم و تقاضا میکنیم که همین زمینه را بالخصوص ملل متحد که همین زمینه را مساعد کنه و در غیر از او ما راستی بسیار خسته شدیم که قوای نظامی پاکستان بالای افغانستان فایر کردن میره و هیچ کس آواز خود بلند نمیکنه. شما ببینین 2 سال قبل این نورث وست فرانتیر به پشتونخوا تبدیل کردن و در پارلمان و در قانون اساسی پاکستان تصویب شد. این معنای از این میته که اونا هم از این آیه تشویش دارن. بله. و مگر بهتر خواهد بود که از همه وسایل مثل که من پیشتر گفتم برای به دست آوردن هدف باید کار بگیریم و اما دروازه ها باید و مواد باید بر روی میز باشه. صادق صاحب می 3 روز پیش 4 روز پیش جناب محترم محمود خان اچکزئی یک مظاهره دیگر را ترتیب داده بود داخل خاک ما دو طرف خط دیورند و اونا از دولت آیسای پنجابی آیسای تقاضا کردن که باید موضوع افغان ها حالا فصل شود. اگر و دیگر نمیخواهیم که دولت پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله کنه و ما طرفدار حل فصل پرابلم ملی خود طور مسالمت آمیز که دولت پاکستان هستیم. اگر دولت پاکستان به این توجه نکنه باز ما به اساس اراده افغانیت خود پیش میریم. من میخواستم براتون بگم که اون یک شعر به یادم آمد که بر ناظران پرز هیاهو دل مبند این زورق امید به گرداب می رود. یک تعداد برادران افغان ما که او طرف سرحد هستن و اینا دایه پشتونستان در نیم قرن اخیر صدایش بالا کردن، متاسفانه که یک تعداد اینا با استخبارات پاکستان بسته هستند. بله. و شما دیدید که در بسیاری مسائل از منافع ملی افغانستان اینا سرکشی ها هم کردن، حتی همکاری هم نکردن. ما به صورت مشخص نام کس را یاد نمی کنم چون اصولا درست نیست. خود افغان ها و ما پیشتر که براتون عرض کردم که یک گروپ استادی یک مطالعه اما جانبه راجع به ذهنیت و آرزوهای این مردم که در این منطقه دو طرف سرحد زندگی میکنن باید یک احصایه به دست بیاید که مردم چی میخواد و ما فکر میکنم این ظرفیت الحمدلله این جرگه شما داره، چرا که من دوستایی را که شما را میشناسم با دوستای دیگه که در محور شما جمع شدن اینا میتونن که یک اینستیتوشن خلق کنن که و در این همکاری های دولت افغانستان و همچنان برای پیش برده تو یک هدف بزرگ مصارف لوجستیک به کار است. از او خاطر برازی باید یک مستر پلان ساخته شود، چرا که تنها با آرزو و ارمان هدف به دست نمیاد. باید عملا برش کار شود مثل که شما کردین و باید هم کسانی که طرفدار این دایه هستند باید هم نظر مادی و معنوی کمک کنن. یعنی این تنها باید در چوکات شعار نبانه. باید قدم های زیادتر در ایران گرفته شود، تحقیقات زیادتر صورت بگیره، تماس ها صورت بگیره و شما میفهمین که در دو طرف سرحد بسیاری اولادهای کاکا جدا شدن، حتی دو برادر یکی این طرف سرحد هستن و دیگهشون این طرف. توسط اینا معلومات به دست بیان و چرا که یک تعداد مردم هم با فکر میکنم تا جایی که ما در افغانستان بودیم و شما اون گفتید که ما تازه آمدیم، یک تعداد مردم با یک طرز تفکر دیگه که ما روی موضوع نمیخوایم اینجا بحث کنم، مردم اقدر در 30 سال از جنگ خسته شدن که اینا به یک گوشه میخواین که صلح بیاید و حتی ما از بسیاری جوانان شنیدیم که تا کی جنگ و چرا جنگ پشت جنگ دیگه. از اون خاطر این میکنه
حالت روانی جامعه ما را هم باید مطالعه دقیق صورت بگیرد. میگیم یک لاین هم میگیریم و دیگه از برادرای ناظرین ما که میخواین که 1 ساعت یا 2 ساعت برنامه را اسپانسر شون، میتونن که اسپانسر شون که ما بتونیم همین جربه ادامه بدیم. و هدف این برنامه امروز صحبت با شما خوارا و برادرای عزیز ماست و در این حال ما هم جربه خود ادامه میتیم و ما میخواهیم که از شما هم بشنویم. اگر شما 1 ساعت یا 2 ساعت را اسپانسر میشین او کمک میکنه که زیادتر این موضوعات سیاست پاکستان، امریکا و افغانستان زیادتر جربه کنیم. حالا میریم یک تلفن میگیریم. باز بله صاحب بفرمایید صاحب. آقای متین شما سلام و میمان محترم شما سلام میرسانم. سلام علیکم صاحب. بفرمایید صاحب. رفتن به پای همت همسایه در بهشت، رفتن به پای همت همسایه در بهشت، حقا که با عقوبت دوزخ برابر است. آقای متین بنیانگذار دوران جرگه، امیدوار هستم به لطف خداوند شما و همکاران عزیزتان و هر شخصی که در این راه وطن پرستانه ملت افغان چی لر باشد چی بر روان است پیروز باشید. آقای متین ندای من حضور هموطنان عزیز و محترم و تمامی افغانهای این طرف خط دوران و آن سوی خط دوران، چی تاجیک باشد، چی پشتون باشد، چی ازبک باشد، چی بلوچ باشد، چی ترکمن باشد، چی شیعه باشد و چی سنی چنین است. هموطنان گرامی و عزیز، آیا خوب بدانید که کلید سرزمین و یا خانه ما به دست همسایه های ماست. همسایه هایی که با سرزمین افغانستان و مردم افغانستان دشمنی دارند و هر اگر خدای ناخواسته دست ناپاکشان برسد تجزیه این سرزمین مقدس را جدا روی دست خواهند گرفت و تا امروز و اکنون که امروز هر آنچه از دستشان ناروایی، ناانسانی، نامردمی میآید بر مردم افغانستان دریغ نمی کنند. آیا سرزمینی که کلید درد رفتن و آمدن آن به دست همسایه های مبرز باشد کجا آزادی و کدام ارادیت؟ و تا زمانی که ملت غیور افغان این ظلم همسایه ها را هم نشکند و خاکهای خود را خاکهای از دست رفته را دوباره به دست نیارد و دروازه دنیا را برای خود باز نسازد و همان لوی افغانستان را از دریای آمو تا دریای اتک سرزمین افغانستان بزرگ نسازد، مردم غیور افغانستان تا ابد کلید مملکت و خانه خود را مثل امروز به دست نخواهد داشت، زیرا داخل شدن و خارج شدن ما از سرزمین خود ما به دست همسایه ها خواهد بود. هر روز و هر زمانی که برای ما رفتن و برآمدن به دیگران و یا دشمنان سوگر خونده محتاج خواهیم بود. همین اکنون که امروز است ندور ملاحظه فرمایید که هزاران وسایل نقلیه باربری ما در عرض مملکت از همسایه متوقف بوده و بدون کدام جرم و خطا و خلاف قوانین بین المللی مجال گذشتن از سرحد را ندارد. روزانه باید هزاران دلار تاجری به این همسایه ها بپردازیم و همسایه‌ای از خداوند دور و از دین بپردازیم و یا این که تاجران ملی ما میلیون ها دلار خساره‌مند شوند. ای کاش که یک دولت ملی می داشتیم و یا یک پارلمان آگاه که در زمان قرارداد استراتژیکی با امریکا و یا دیگر ممالک بسته بودند و در یک موضع آنچنین تذکر داده می شد که برای دفاع حقوق خاک‌های از دست رفته افغانستان از حق مشروع افغانا پشتیبانی می نماییم، کسبی که از اسرائیل دفاع می نماید. ملت افغان به خاک دیگران دعوا ندارد بلکه خاک‌های از رفته خود را که به زور و غصب گرفته شده می پردازد. و در اینجا نظریات جناب صادق صاحب که معلوم است که شخصیت محترم، شخصیت با تجربه وطن ما
از این کاظم شده در پاروی شما بشینه یک جهان تشکر میکنم و ما باید جناب آقای صادق افغانستان تا جایی که بود در راه مسئله دیورند نه تنها از امروز بلکه از زمان شاه تا زمان صدارت داود خان کوشش های اخلاقی و ایمانی و همسایگی خود به جا آورد. اما دیدیم که دولت و حکومت پاکستان مخصوصا دفتر رئیس‌های پاکستان همیشه بازی دوگانه را گرفته، یک طرف یک بازی را میکنه و روزانه بازی دیگر میکنه که میخواهد افغانستان هنوز هم زیر تاثیر خود بیاره و این آرزوی ناپاک خود بر ما برآورده بسازه که خدای ناخسته میخواست که یک روزی افغانستان ایالت پنجم خود بسازه که افغانستان دخیول و این ملت شجاع همیشه در مقابل این خیال ناپاک پاکستان استاده بوده و مشت بزرگ به دهنش خواهد زد. لذا ما از تمام جهان خواهش میکنیم که مسئله افغانستان و مسئله دیورند به سویه بین المللی دامنگیری نماید و این موضوع را به ملل متحد بکشانند تا اولا از طریق صلح برادری و برابری صلح شود و اگر این را امکان نداشت شما خود میدانید در جایی که صلح به وجود نمیآید مجبورند در اینجا زور آغاز میشد. لذا ما از حکومت پاکستان و از جهان خواهش میکنیم که در مسئله آزادی دیورند که حق مشروع ماست شما ملاحظه فرمایید برلین بعد از 62 سال برلین آزاد میشه چون که سلواکیا بعد از چندین سال حق خود میگیره، چین بعد از چندین سال تایوان و دیگر مناطق خود دعوا میکنه و امروز ممدون عربی تن به کبیر تن به فقیر دعوا میکنه. آیا ما حق نداریم که خاکهای بزرگ گرفته خود را دوباره کنیم دعوا کنیم و زی حق مشروع خود دفاع کنیم؟ لحاظا این حق مردم افغانستان است، حق ملت افغانستان است. و یقین دارم که برادرای پشتون ما که در اون طرف سرحد دیورند هستند این دایره ملی را قبول میکنند. ما افغانا خود ما بین خود جور میریم به شرط که دست پاکستان و اشرای پاکستان از بین برداشته شود. ما در هر حالت خود ما جور میریم به شرط که پاکستان در بنا وجود نداشته باشه. یک جهان تشکر که حرفای مرا گوش دادین و برای ما وقت دادین. آقای مسیح آقای صادق از شما یک جهان تشکر. لطف کردین محترم، لطف کردین صاحب. تبصره میکنین؟ فرموده های هموطن ما نشانگر اون عظمت، قوت و افغانیتشان است. بله. ببینین ما میخوایم به دو چیز به صورت بسیار مختصر یک اشاره کنم. یکی قصه است که ما از زبان زکریا صاحب والی قندهار در مورد حق شناسی، حق همسایگی و تعهدات اسلامی ملت افغانستان در برابر پاکستان یک قصه به صورت مختصر براتون بیان کنم. آقای زکریا سلطان عزیز زکریا والی مرحوم خداوند غریق رحمت کنه این قصه را شخصا به من کردن. گفت یک روز ما به ارگ رفتم و حضور حضرت به حد ناآرام بود. گفت اینقدر ناآرام بودن. گفت ما گفتم که حضور حضرت صاحب چطور؟ گفت چند دقیقه پیش سفیر روسیه آمده بود و از ما خواستن که ما بر پاکستان حمله کنیم چون جنگ هند پاکستان بود. بله. گفت این بدبختا اینقدر نمیفهمه که ما سر یک برادر مسلمان خود ایالت که اونا خودشان غم دارن و جنجال دارن ما چه قسم حمله کنیم؟ وفا حق همسایگی از اینقدر زیاد نمیشه. ببینید در من پیشتر موضوع موقع شناسی را گفتم، یعنی موقع بهتر از اون نبود که ما حمله میکردیم خاک خود میگرفتیم، چرا که پاکستان در اون حالت به حد ضعیف بود و نمیتونست از دو طرف سرحدات خود دفاع کنه. نه تنها او را نکردن بلکه برشان گفتن که شما میتونین اساکرتان طرف جنوب روان کنین و از ناحیه شمالتان آرام باشید. ملت افغانستان یک ملت قهرمان است و هیچ وقت در حالت که شما ضعیف هستید حمله نمیکنه.
ای که از نظر سیاسی ای کار درست بود یا درست بود ای مطلق یک بحث دیگه است. مگر این عظمت افغانا رو براتون بگیم که چه قسم است. ما با پاکستان حق همسایگی خود، تعهدات اسلامی خود در همیشه ادا کردیم و ما این عالم آرزوی تخریب و تباهی پاکستان نه حیث عواطف انسانی و حق همسایگی نمیخوایم، مگر اونا هم باید به عین پیمانه به آرزوهای ملت افغانستان باید لبیک بگوین. ملت افغانستان هم با حقوق مساویانه با این ممالک دیگه جهان داشته باشه. ما از اون خاطر پیشتر عرض کردم که برادران که او طرف سرحد هستند ما باید در مرحله اول توسط فشارهای بین المللی از راه ملل متحد و این دوستایی که امروز افغانستان در خط اول خبرهای دنیا قرار گرفته بتانیم که از این اثرات اقتصادی و فرهنگی این برادران رو بیرون بکشیم. اطلاع است صادق صاحب محترم که شما با جای فرمودین، اما این کار در صورت میشه که طرف مقابل یک مسلمان واقعی باشه و با اساسات دین مقدس اسلام عقیده داشته باشه. ما در اون زمان هم یک موقع بسیار خوب با ما میسر بود، ما از استفاده نکردیم و فعلا هم بهترین موقع با مردم افغانستان است. باید حق استفاده اعظمی برای مردم افغانستان شود و چیزی که حق ماست بر ما باید دوباره داده شود. ای که ما با پاکستان از نظر دیپلماسی حرکت کنیم، این ما فکر میکنم که یک راه بسیار طول و دراز بود خواهد بود و مردم افغانستان به یک نتیجه نمیرسه. و شما خبر دارین که ما سال 1997 میگم که خودم در پاکستان رفته بودم، اون وقت به اصطلاح مشرف اعلان کرد که افغانستان ایالت پنجم پاکستان است و ما باید او را صحیح نگاه کنیم که منابع مالی ما را تامین میکنه. خود این بیانیه مشرف است. به این ترتیب کسی که از خداوند ترس نداشته باشه، کسی که ما را بکشه روز بکشه و چشم بالای خاک و ناموس ما داشته باشه، یک مسلم ماست که ما باید در مقابلش قدم کنیم و این نظر خودم است و ما باید از همین شهامت و جرأت افغانی داریم که ما بخیزیم در مقابل تجاوز پاکستان باید ما جواب بدیم. ما ایران هستم که لوی دریسی صاحب یا دولت افغانستان کدام بیانیه اعلان نکرده و یا احتجاجیه باید این موضوع در شورای امنیت ملل متحد باید سابقا یعنی پارسال باید این به اصطلاح شکایت میشد صادق صاحب و این موضوع به گوش تمام جهانیان آورده میشد و دیگه مسئولیت ممالک غربی است که در افغانستان هستند و این بهترین وقت است که اگر موضوع ریفیوجی است بسیاری مثلا تلویزیون آریانا گفتن که شما این موضوع دیرنجگر پیش نبرین که سر افغانستان یک مصیبت دیگه نبیه. ما فکر میکنم که هر قسم مصیبتی که در افغانستان آمدنی بود آمد. شما کدام چیز را یاد کنین که نامده باشه از طرف پاکستان و حال بهترینش است که اول خداوند جل جلاله بعضی ممالک غربی است و هر چیزی که پاکستان در فکر داره امیال وقتی است که اونا امتحان کنه و دو چیز در نظر گرفته شود، یکی تمامیت ارضی افغانستان و موضوع حق ما و خاکای ما. سعی کنین از خاطر همین پاکستان است که آرامی در افغانستان نمیه، بزنس های ما انکشاف اقتصادی نمیه، ریفیوجی ها داریم، ریفیوجی ها در ممالک غربی یعنی جوان های ما ممالک غربی میاین کلشان نیمشان درا کشته میشه یا غرق میشن. علت از این کل فعالیت های تخریبکاری آیسای داخل خود افغانستان است و همین چالش کلدار در داخل خود افغانستان همین یک بی‌عدالتی کلان است برای مردم افغانستان. شما یعنی از کابل به اون طرف جلال آباد، ننگرهار، پکتیا اون طرفا حتی افغانی نمیگیرن سر. این باید دولت کرزی سبیر باید استاد کنه. ما از رئیس مرکزی بانک مرکزی ما تقاضا کردم که این باید همین چالش پول کلدار در افغانستان باید باطل اعلان کنن که بر اقتصاد افغانستان صدمه میزنه بسیار شدیدن. ما میریم و
باز ما برادرها و خوارایی که در هفته گذشته با ما تلفن کرده بودن و باز موضوعات شما از نظر دیپلماسی ملل متحد گفتین. ما در می هفته خوارا و برادرها ما در نیویورک بودم، ما میتینگ داشتیم با محترم دکتر صاحب نادی. ما کوشش میکنیم که بخیر تدارک دیرانجرگی نیویورک گرفتیم که بخیر اعضای ملل متحد یاردم خود مناتن جرگه خود دایر کردیم با کمک خداوند و موظفین ملل متحد و به اصطلاح سفیرا و یارم خود دعوت کردیم که در جرگه دیورند اشتراک کنن. امی صدای مردم افغانستان. شما بسیار معقولانه اظهار کردین صادق صاحب که باید مطالعه شود. ما فکر نمی کنم کالی وقتی باشه که مطالعه شود برای اینکه پاکستان عملا صدمه میرسه به مردم افغانستان. عملا اول وقت است که به شکل فعال ما سیاست در اون طرف در این طرف به پیش ببریم. قراره که ما گفتم برادر بزرگوارم و محمود چکزای خان لالا یا کلی از نظر عملی پیشنهاد کردن با پاکستان. اگه شما ما انتظار تکر صاحب هستم که بعضی خبرهایی دارن از طرف. اگر تکر صاحب شما میشنوین با ما تلفن کنین در برنامه و در این حال اگر امو تلفن استادیو مانده شود اونجا صاحب تلفن استادیو که برادرها تلفن کنن ما صاحب یک تلفن میگیریم باز میریم با اعلان تجارتی باز پس میایم صاحب اجازه شما صاحب. بله بفرمایید دیرانجرگه. محترم آقای صدیق متین بنیانگذار دیرانجرگه و محترم آقای صدیق پیمان برنامه شما. زنده باشید صاحب. مسئول شورای عالی دیرانجرگه شما را زحمت میتم. بفرمایید صاحب لطف کردین مرحمتتان صاحب. سلامای خود و تمام اعضای شورای دیرانجرگه جرمنی را خدمت محترم شما و تمام امرزمان شما که در این دایره ملی قدم رنجه کردن تقدیم می‌دارم. مهربانی صاحب. من از طریق برنامه شما دیرانجرگه با صدای بلند از تمام افغانای و شخصیت‌های ملی در سراسر جهان خواهران و برادران و بالخصوص در آلمان دعوت به عمل می‌آورم تا از این دایره مقدس و ملی پشتیبانی مادی و معنوی خود را ابراز نمایند. ما اعضای شورای عالی دیرانجرگه جرمنی به تمام مردم افغانستان تعهد می‌سپاریم که با تمام قوت و توانمندی که داریم صدای دیرانجرگه را بلند نگه می‌داریم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که این دایره مقدس را لطمه بزند و من الله توفیق شما را به خدا سپارم. زنده باشین صاحب. بسیار لطف کردین آقای امید مهربانی که بسیار زیاد تشکر از اظهارات شما. ما با یک اعلان تجارتی میریم باز ما پس میاییم تلفن‌های شما را میگیریم و موضوعات با جناب محترم صادق صاحب در این رشته بسیار تخصص دارند در موضوعات سیاسی جر و بحث خواهد کردیم. فکر میکنیم که یک تلفن دیگر رو بگیریم باز اعلانات تجارتی رو میگیریم صاحب. یک تلفن دیگر هم بگیریم. خب چند موضوع را صاحب پیش یک تلفن بگیریم صاحب. موضوعی که ما مثلا در پیش گرفتیم قبل فعلا در داخل خود افغانستان صادق صاحب اتفاق آورده می امروز از ولایت هرات رئیس دیرانجرگه آقای فیضی بر ما تلفن کردن و اظهار کردن که ما فعلا امروز جرگه را خود هرات دایر کردیم و تمام بزرگوار کلش یک جای جمع کردیم و همی مشکلی که مردم افغانستان در دست و پنجه نرم میکنه و همی تعرض مسلسل قوای پاکستانی بالای افغانستان است سر از این جر بس ما میکنیم صاحب. شما ببینید که همی موضوعات صاحب بسیار زیاد گسترش پیدا کرده داخل خود افغانستان صاحب. مثلا در خود کابل هم به می ترتیب صاحب، در کنرها به می ترتیب صاحب، در جلال آباد به می ترتیب، مزار شریف صاحب به می ترتیب. ما تانستیم به اصطلاح صادق صاحب که در این جریان 3 سال ما به اصطلاح صدا را بلند کنیم، به گوش تمام دنیا برسانیم و تشکیلات تیار کنیم و از نظر سیاسی که از این ممالک ما پیش بریم به خصوص ملل متحد. بله
مثل که من پیشتر به شما عرض کردم که در افغانستان امروز نظر به اجرات‌هایی که صورت گرفت و حالتی که سر در افغانستان در 20-30 سال اخیر آمد، همه همسایه‌ها به یک شکل نفوذ کردن از نظر استخباراتی و فکری. دلیلی که من گفتم که ما باید یک صدای واحد داشته باشیم ایست که مخالفین و دشمنای افغانستان، اونها وقتی که یک نهضت جور میشه برشان معلوم میشه که چقدر وزن داره، چقدر حمایت داره از ملت، چقدر پشتیبانی داره. از او خاطر باید در دو برد، یکی در برد خارجی و در برد داخلی، روی ازی باید یک استراتژی مشخص ساخته شود و او باید کاورد یا پنهانی باشه که بر اساس از او ما بتونیم که ببینیم که تا کدام سرحد ما به صورت عملی را کشاننده میتونیم. دیران جرگه بفرمایید صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم صاحب، بفرمایید صاحب. خدا معرفی کنید. امیر عبدالله شمشیر شما را از شهر جده از عربستان سعودی زحمت میتم. السلام علیکم صاحب، یادتان نره صاحب که ما را دعا کنید در مکه مکرمه صاحب. قربان شما صاحب، زنده باشین. امر کنید صاحب. تلفن شو قطع شد. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله؟ بله بفرمایید همشیره محترم. دیران جرگه. سلام علیکم برادر محترم. سلام خدا بر شما هم تقدیم میکنم برای آقای صادق. سلام احترامات خدا برتان تقدیم میکنم. سلام ما را قبول کنید خوارجان گل. شما خوب هستین صاحب؟ طبعا شما خوب صاحب، امر کنید. شکر زنده باشین. پروگرام ها را دیدم براتان تبریک میگم، به حد عالی بسیار خوب و ماشاءالله مردم هرنگ جوفه به جب و همبستگی خدا اعلان میکنن. بسیار من خوش شدم، بسیار عالی و هیچ به حالا همچنان مردم بسیار پشتیبان فضل خدا شده و هست و مردم راستی که خوش شدم که وطن دوست هستن. اما یک چیز را برای شما یادآوری کنم برادر محترم که چیزی که مهم است اقتصاد افغانستان است که خود افغانای ما مد نظر چیزها را نمیگیرن. بله. من از این سبب گفتم که امروز در فابریکه نساجی که 65 ساله سابقه کار داشت از بین رفت و با وجود که ماشیناش فاقل است، هزارها مردم بیکار شدن و مجبور هستن که به خانه ها به طرف همسایه ها برن که کار برای خود پیدا کنن. چرا؟ در چی؟ بعد از اینکه خود ما سنگ به پای خود میزنیم. امروز تمام تجارات لباس های پنجابی را تمام از پاکستانی بوت است، از پاکستانی اگر تفته است از پاکستانی، اگر لباسهای پنجابی را اینا تجارا میارن و به فروش میرسانن. با وجود که خود ما بسیار البته بهترین تافته وطنی داریم، میزان وطنی ما، تافته وطنی ما، هر چیز ما بسیار صنایع دستی بسیار عالی داریم. همین قالین بافای ما و باور میکنیم که یک وقت من لباس جور میکردم، چرمش گرفته به رنگ لباسم و بوت جور میکردم، موزه جور میکردم، بهترین بوت و موزه جور میکردم. من نمیفهمم که مردم ما چرا قدر از خودکش بیگانه پرور شدن، باید تر نشن. امروز باید خود کابل هم میگم فضل خدا این خارج از کشور کل متحد شدن ماشاءالله. مگم داخل افغانستان ازشان خواهش میکنم اگر صدای مرا میشنون، همین کاری که میکنن باید از خودکش بیگانه پرور نباشد. امروز باور میکنین که در جایای کار که کار از پاکستانی ها به کار گرفتن، شما فکر کنید چطور دل آدم چی نشه. امروز مردم خودشان آواره میگردن و میرن به ملکای خارج در همسایه ها کار پیدا میپالن، اما امروز پاکستانی در اونجا کار میکنن. من بکل خودم میفهمم و خبر دارم برای این که تا که خود از اینا و خود تقویه نکنم و خود اینا غم خدا نخورن، غم خدا نخورن، با هم یک جا نشیم، متحد شویم، تفریق اندازی پس شود و اقتصاد وطن ما را خود ما باید به دست خود ویران نکنیم. برای که اینم قدر میخواستم ایران بگویم و ما امروز خانما فضل خدا در اینجا همگی همبستگی خدا بر شما اعلان میکنه. زنده باشه. ما خوارها بازو به بازوی شما همراه شما هستیم و بسیار به کمال میل و وطن دوستی وطن پرستی ما حاضر هستیم که همراه شما
خدمت کنیم. زنده باشین صاحب. یک چیز دیگه هم براتون بگویم که یک چند وقت پیش یک سرپرست پشتونا در کویته که به نام محمود خان نام داشت، من خود شنیدم بسیار خوش شدم برای که میگفت که بسیار جدی گپ میزد که باید به پاکستان که باید مداخله را از افغانستان مداخله باید نکنند و مردم همگی پشتیبانی میکردن از اونجا. و دیگه اینکه علی خود آیسی پاکستان دیگه کار گرفته و خطا شده رفته سرپرستای پشتونا را برشان کار میخواه بته و چوکی های بلند برازنا بته و این دست پای میزنه. یک نفر که در وقت غرق شدن باشه دست پای میزنه برا. و این باید بفهمه که تا یک نفر زنده افغانستان است. هیچ وقت افغان ها را کس شکست داده نمیتونه و زری خاک افغانستان کس گرفته نمیتونه و ما زنای مردای افغانستان با شهامت و شجاع هستیم. دیگه زیادتر وقت نمیگیرم. خدا حافظ شما. زنده باشین صاحب. خدا شما را خیر بده صاحب. لاینا کلش پر است. شما جواب بدین باز با اعلان تجارتی میریم پس ما تلفن های شما را میگیریم. از نظریات مثبت خوار دو چیز واضح بود که الحمدلله که یکی ریالیسم سیاسی و اقتصادی در افغانستان پیدا شده. مردم بسیار واقعیت بین و عملی فکر میکنند، دیگر در چوکات طرح و خیال و تصور نیست. و دوم نمو فرهنگ والای افغانیت. ببینین در جنگ میوند ما ملاله داشتیم و اینا با عین روحیه از همکاری و پشتیبانی خود از برادران خود اعلان کرد و اونمو یک لنده ملاله بود که پس برادران مجاهد و غازی های افغانستان به سنگر دشمن حمله کردن و گفتن که به جوانا خطاب کرده بود که به طور توپک وشتلی راسه در بیننگی اول دی مرا زمینه. خداوند ما و شما را در جمله مردمای با غیرت و با ننگ افغانستان در تاریخ بشماره، نه بیننگایی که از میدان بگذیم. و دیگه صادق صاحب من میگم باز اعلانات تجارتی میریم خوار ما 100% راست گفتن. شما اگر که افغانستان میرین باید اوجا دریشیتان از افغانستان بخرین و شما که همشیرای ما میرین که افغانستان کالایتون رو بیارین که در اوجا به امی رکود اقتصادی که در افغانستان است بین مردم افغانستان است بین مثلا خود ما امی دریشی ها یار است 10-15 دریشی که ما رفتم افغانستان از اموجا آوردیم و افتخارانه ایره من میپوشم. از امی خود شما نمیبینین که دریشایی که دیگه ساخته شدن ما رو بپوشم و دیگه یک افتخار است. ما مردم از هیچ کس پس نمیمونیم. و دیگه یک نقطه دیگه رو بگویم ما مو دیویدی لندن ما نشون دادم هر برادری و هر خواهری که در جرگی لندن آمدین، جرگی هلند آمدین، جرگی واشنگتن آمدین، جرگی واشنگتن آمدین و همراه ما همکاری میکنین کلتون قهرمان هستین. ما از کلتون ما تشکر میکنم، از کلتون ما ممنون هستم. خداوند کلتون خیر بده. ببینید شما تاریخ ساختین. صادق صاحب ما ویدیو کلیپ ها یک وقتی برای نواسه و کواسه تان صاحبی فیلم میمونه و ما این فیلم ها را کلش تدارک میتونم و شما با ما تلفن کنیم براتون یک دیویدی از این با شما ما میتونم براتون سال میکنم. ما با یک اعلان تجارتی میریم. ما از جناب محترم خطاب صاحب تشکر میکنم که برنامه را به طور عاجل با ما تیار کردن. خداوند شما را خیر بده. در تلویزیون پیام افغان خداوند برکت پرته و که این یگانه راه خدمت با مردم افغانستان و افغانستان عزیز ماست. ما میریم خوارا برادرها یک اعلان تجارتی پس میاییم. این برنامه شماست. اگر میخواین که این برنامه را 100 2 ساعت دیگه اسپانسر شوین شما میتونید در دفتر تلفن کنین. در غیر از او ما نیم ساعت دیگه داریم باز حضورتان ما مرخص میشیم صاحب. ما حالا با یک اعلان تجارتی میریم.